دوستان، به نام خدایی که اگر حرکتی از ماست برکتش از اوست. تبریک میگم سال جدید رو به همه دوستان عزیز، کسانی که در حال حاضر دارن مشاهده میکنن این کلیپ رو. انشالله که سالی پربرکت با رزق و روزی فراوانی و تندرستی باشه برای خودشون و خانواده محترمشون. امسال اومدیم در کنار شما باشیم که درآمد ریالی شما رو به دلاری تبدیل کنیم. اما چگونه؟ این دستخوش اینه که شما بخواهید تغییراتی توی خودتون ایجاد کنید. اگر اینکه آدمی بودید که خیلی قبلا میخوابیدید، یا اینکه خیلی زود بیدار میشدید که مجبور بودید برید سر کار، زیر دست صاحب کار کنید از صبح تا غروب، یا اینکه توی زندگیتون همیشه به فکر این بودید که اجاره خونه رو سال دیگه گرونتر میشه، پول پیش بیشتر میشه، یا اینکه به فکر سفره عیدتون بودید که توی تنقلات عاجلات چیزی کم و کس نباشه، یا کسی نیاد، یا شما جایی نتونید برید به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که توی مملکتتون وجود داره. اگر اینکه همیشه نگران مضطرب بودید به خاطر اینکه پسندازی نداشتید و پول ریالمون رو که داریم به دلار خرج میکنیم هیچ وقت نمیتونیم جمع کنیم و اون جایگاهی که تا دوست داشته باشیم بهش برسیم و نداشتیم، باید که دست به دست هم بدیم، با همکاری هم دیگه ما به شما اعتماد کنیم، شما به ما اعتماد کنید، با هم دیگه کار کنیم، تلاش کنیم تا به اون نتیجه مهم برسیم. ببینید ما تلاش داریم تا تلاش. من میگم در گذشته نمونیم که بگیم اینجوری بود اونجوری بود، نمیدونم بابامون کارگر بود، نمیدونم زندگیمون اینجوری بوده، ما تا حالا کارگر آفریده شدیم کارگر. ببینید اگر تا الان شما معذرت میخوام فکر کنید که فقیر بودید یا ناچیز بودید و چیزی نداشتید، ولی از الان به بعد که دوره آگاهی، دوره تکنولوژی، دوره هوش مصنوعی، دوره پیشرفت هست و انسان ها آگاهی های زیادی دارن، شما میتونید با استفاده از این آگاهی ها که انسان ها برای همدیگه وسیله هستند از این موقع استفاده کنید. ببینید زمان گذشته همین چند دقیقه‌ای بود که گذشت. زمان آینده هم معلوم نیست که باشیم یا نباشیم، چیزی داشته باشیم یا نداشته باشیم، ولی امیدی به آینده داریم و چون امیدی به آینده داریم تلاش میکنیم که بتونیم آینده خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم. اما دوستان من یه سوال دارم از شما. ما اگر که الان مثال چیزی نداشته باشیم، یه زمین 2 هکتاری به ما بدن بگن آقا شما توش کشاورزی کن، آیا اولا میتونید اون زمین رو بخرید؟ گیریم اون زمین هم به شما داده شد، خریدید، آیا میتونید توش کار کنید؟ مثل پدر و مادر و پدر بزرگای ما که تو اون زمین کشاورزی کار میکردن میتونیم کار کنیم؟ بنیه بدنی جسمیمون میکشه؟ خیر. و اینکه یه سری آدما اون زمینا رو فروختن، اومدن توی شهرها ساکن شدن، سوله زدن، کارگاه زدن و یه سری آدما رو به خدمت گرفتن و شروع به کار کردن. اما چیزی که من میخوام بهتون بگم دوستان، قشنگ توجه کنید، چیزی رو که من میخوام به شما بگم خیلی مهمه. ما در دوره حال زندگی میکنیم، الان داریم زندگی میکنیم تو دوره‌ای که به ریال در میاریم و به دلار خرج میکنیم. دوستان چه بخوایم چه نخوایم همینی که هست. حالا من خیلی از کلیپ‌ها رو دیدم، خیلی از دوستان رو دیدم که صحبت از حرف دلاری میزنن، حرفای خوب و قشنگ میزنن و نمیگم که دروغ میگن وجود نداره، چرا وجود داره، منتها تا زمانی که ما چیزی رو با چشم خودمون نبینیم و حسش نکنیم نمیتونیم باور کنیم. چون تو این مرکزیت از دنیا، تو این کشور بزرگ شدیم، تا چیزی رو نبینیم
باور نمی‌کنید. حالا من با کمک خدا و با کمک دوستانم سیستمی به من معرفی شد که من تو قدم‌های بعدی، تو گام‌های بعدی یکی این سیستم رو برای شما باز میکنم و میخوام بهتون بگم که واقعاً این سیستم مجوز داره، واقعاً این سیستم اوکی هست. این سیستم داخلی نیست که شما بترسید پول شما خورده میشه برده میشه. ببینید دوستان، این دلار هست، دلار واقعی هست. شما که میخواید حسش کنید، شما که میخواید استفاده کنید، این دلار واقعی هست که من وجود گذاشتم وسط، اومدم وسط و با کمترین هزینه شروع کردم و به پول خودم رسیدم و از این به بعد دارم سوددهی بیشتر میشه و خدا رو هزاران مرتبه شکر میکنم. و اینی که دارم الان با شما صحبت میکنم یه رسالتیه برای من به عنوان یک انسان که به شما بگم دوستان همچین چیزی وجود داره. بیایید دست به دست هم بگیم، با هم دیگه همکاری کنیم و به دستش بیاریم. ارزش داره. ببینید پول ایران خودمون که داریم زحمت میکشیم براش در میاریم، شما باید 20 از این 100,000 ریال رو جمع کنید تا بشه یک دونه 20 دلاری. باید قبول کنید، باید باور کنید. دوستان راهی دیگه وجود نداره. شما باید وارد تجارت الکترونیک بشید. شما باید وارد بازارهای ارز دیجیتال بشید. استفاده کنید از موقعیتتون تا دیر نشده. استفاده کنید. ما هم در کنار شما و شما هم در کنار ما، دست به دست هم با هم دیگه کار کنیم که اون نتیجه خوب انشالله تو این سال جدید ببینیم. خرسند شدیم از این که امروز رنگ دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد. گفتیم از این نکته هزار